خدا حضرت عمر رحمت کنه. برادرای عزیز، به خدا قسم من حکایه های ایشان وقتی که در نزد کتابخانه خودم میخوانم، به خدا قسم گفتی همون صاحب کتاب که تواضعی که حضرت عمر داشت عقل بشریت نمیگیرد، عقل ما نمیگیرد که این عملهایی که عمر انجام میدهد انسان وی انجام داده تواند. بازم آن که وی در خلافت نشسته بود، بازم آن که وی در کرسی شاهی نشسته بود، لیکن کارهای را انجام میداد که عادی ترین مردم ما وی انجام داده نمیتواند. آدم پسترین ما این عمل انجام داده نمیتواند. حضرت آنقدر عادی بودن که چی میگفت؟ لولا فلان لهلك العمر، اگر فلانی نمیشود عمر هلاک میشد. ببین فقط دیگرها را برتری میداد، دیگرها را صفت میکرد، خودش دائم پس میزد. ببین لولا فلان، اگر فلانی نمیشود عمر هلاک میشد. ببین حتی حضرت آنقدر خاکسار بودن که میگفتن کسی که میخواهد که از علم قرآن تماس گیرد و ابی ابن کعب مراجعت کند، وی قرآن خوب میداند. کسی که میخواهد حلال از حرام فهمد به معاذ ابن جبل مراجعت کند. کسی میخواهد که اگر علم میراث فهمد به زید ابن ثابت مراجعت کند. برای کسی مال از بیت المال در کار باشد به عمر ابن الخطاب مراجعت کند. ببین عمر خدا رحمتش کند علم قرآن نمیدانید، آیا علم میراث نمیدانید، آیا حلال از حرام جدا نمیکرد؟ میکرد، لیکن اونها را از خودش برتر میدانید، اونها را از خودش بالاتر میدانید. در یک سخنرانیش وقتی که یک لولا معاذ لهلك عمر ابن الخطاب گفت، در یک سخنرانیش بالای منبر برآمد. حضرت شاه بودن، خدا رحمت جان کند، بازم شاه بودن، بازم منصب داشتن، بازم تمام حاکمیت در زیر دستش بودن، از خدا میترسید، 5 وقت نماز ادا میکرد، از مسجد بیرون نمیشد. حضرت برآمد بالای منبر و گفت اگر معاذ ابن جبل نمیشد عمر هر آینه هلاک میشد. گفتن چگونه ای عمر؟ گفتن این چه قصه باشد؟ گفت بار من زن زنا کرد، ما حکم به سنگسار دادیم. حضرت عمر میگوید ببین زن زنا کرد، ما حکم به سنگسار او را صادر کردیم. حضرت عمر در حکم کردن عدل داشتن، عدالت داشتن. چیزی که خداوند در راست زناکار میگفت حکمش میکرد، چیزی در راست عرق نوش میگفت حکم میکرد، چیزی که در راست جنایت در نزد خدا باشد حتمی حضرت عمر از روی عدل، از روی قرآن، از روی احادیث رسول اکرم حکم میکردن. در حکم کردن تقبازی نمیکردن، در حکم کردن مبلغ نمیگرفتن، در حکم کردن نمیگفت این بچه دادرم هست، این بچه عمکیم است، این بچه تقایم است، این همسیفم است، این همسایم است. نه والله که در قصه هاش میگذرد تماما خاطر یگان بنده خدا را نمیدید، فقط قانون بالای او جاری میکرد. پاره را برای خود والله که از پاره میترسید، زیرا که رسول اکرم حدیثش حضرت عمر نمیگذاشت که به پاره نزدیک شود. الراشی و المرتشی فی النار، پاره گیرنده و پاره دهنده هر دو در آتش دوزخند. این سخن پیغمبر خدا عمر تماما نمیگذاشت که به سوی خیش و تباربازی و به سوی گویم پارهگیری نزدیک شود. هیچ وقت این سخن خدا و پیغمبر او را نمیگذاشت که به این نزدیک شود. حتی در قصه ها می آید که باره ابو موسی اشعری رضی الله عنه صحابه جلیل القدر پیغمبر بودند. شما تماشا کنید وقتی که بار حضرت عمر خانهش می آید، به خانه خود داخل می شود، نگاه می کند عاتیکه زنش، نام زنش عاتیکه بودند، عاتیکه زنش بالا یک جای نمازی نو نماز می خواند. حیرت دمان گفت، عاتیکه گفت این جای نماز از کجا در خانه ما مهمان شد؟ در خانه ما این مالی نو است، اینو کی آورد؟ آیلش تبسم کنان گفت، عمر گفت این ابو موسی اشعری آورد، گفت هدیه برای خانه ما و شما آورد. حضرت عمر جای نماز پیچاندند و در سر زنش زدند. گفتند ابو موسی اشعری را حاضر کنید. ابو موسی اشعری آن زمان
وزیر دفاع بود، میدانید مینیستر ابران بود، در مصر در بصره بود، لشکری کلان داشت. وقتی وای گفتن عمر تو را فریاد دارد، به خدا قسم کلی جسمش می جنبید، می ترسید عمر برای من چیکار داشته باشد. گفت وقتی که ابو موسی اشعری را حاضر کردن، گفت این چی بود در خانه من آوردی؟ گفت هدیه بود، جای نماز است، هدیه آوردم بالای او، شما خدا را عبادت کنید. گفت و چی خاطر خانه عمر آوردی؟ چرا اینقدر مسلمان فقیر و نادار وجود دارد خانه او نبردی لیکن خانه عمر آوردی؟ و چی خاطر آوردی؟ من هدیه تو را قبول ندارم. و جای نماز میگرد در سر ابو موسی اشعری زد، گفت قسم به خدا، گفت از همین روز اعتبارا تو در این وظیفت کار نمیکنی، تو از وظیفت آزاد. گفت برای خانه عمر گفت جای نیافتی که هدیه را بیاری، گفت خانه عمر آوردی. ببین آیسته آیسته وای میدانید که از هدیه آدم آیسته آیسته وقتی شفته مال می شود، وقتی وجودش به مال عاشق می شود، آخی بعد وای ملک خراب میکند. این سیر و سودا را حضرت عمر میدانستند، به این خاطر در حکمرانی نه هدیه قبول میکردند، عدالت داشتند، تماما پروای هیچ کس نداشتند. والله که قانون خدا را بالای فرزندای خودش جاری کرده بود. بیایید من برای شما، برای آنکه شما باوری حاصل کنید که عمر حکمرانیش از روی خط کشیده خدا پیغمبر بود، ابو شحمه فرزندش، او عبدالرحمن نام داشت، لقب داشت به نام ابو شحمه. این ابو شحمه در مصر زندگی میکرد، در مصر حیات به سر میبرد. وقتی ابو شحمه همراه برادرزاده عمر، ببینید برادرزادهش ابن مزعون، خدامه ابن مزعون، وقتی که عرق نوشی کردن، والی مصر عمرو ابن العاص بود. وقتی آوازه آمد که بچه امیر المؤمنین عمر عرق نوشیده است، والی مصر بود، میر شهر بود، فریاد زد بچه حضرت عمر، گفت این کار با برادرزاده خودت کردی؟ گفت بله کردم و آمدم به خاطر که حد شراب نوشی را بالای من جاری کنی. عمرو ابن العاص خاطر پدر این دیده، خاطر عمر را دیده، در داخل خانه در آورده، با طریق پنهانی بالای فرزند امیر المؤمنین حد شراب جاری کردن، او را حد زدن تا که مردم نبینند. این خبر آهسته آهسته به گوش عمر آمد رسید. حضرت عمر بسیار ناراحت شدند، گفتند این میر شهر، این والی مصر چگونه به من کار کرده میتواند زمانی که قانون خدا را چه نسبت فرزند من باشد چه غیر او باشد ویران میکند. در حال یک نامه نویسان به عمرو ابن العاص که زمانی که این مکتوب به تو میرسد، فرزند من را همراه برادرزادم به مدینه ارسال کن، روانشان کن. وقتی مکتوب عمرو ابن العاص گرفت، البته مکتوب های حضرت عمر بسیار به سیاست نویسانده میشد، وقتی گرفت سیاست عمر او را فرا گرفت. در حال فرزند حضرت عمر فریاد زد همراه برادرزاده‌اش خدامه ابن مزعون، گفت پدر تو مکتوب روان کرده که من شما را به نزد پدر روان کنم. ابو شحمه میگوید آن چنان گریه کرده پیش والی مصر ده. گفتند به خدا قسم، گفتند بغیر جزا دادن دیگر هیچ کار ندارد عمر. من میدانم که او بالای من باز حد جاری میکند، این از دل من گواهی میدهد. وقتی فرزندش آمد نزد حجره پدرش، نزد جای کاری پدرش، جایی که پدرش می نشست و حکومت مسلمان ها را پیشبری میکرد، در نزد دروازه عمر 3 روز می ایستد قبولش نمی سازند. 3 روز. این عدالت رو ببینید، باور کنید فرزند ما و شما بیرون برای کمتر هوا سرد باشد دویده از دنبال اون می رویم که در اون خانه در آقی یک مهربانی میکردید. مقصد فقط غمخواری دنیاشان نمیکنیم، غمخواری آخرتشان نمیکنیم. حضرت عمر 3 روز فرزندش پشت دست قبول نمیسازد. 3 روز در اصل حقیقت داشت. باری میگفت
حسن و حسین، ولی من این قصه را اینجا گذارم، یک قصه یادم آمد. حسین و حسین نبیره های پیغمبر خدا بار می آیند برای چی کار نزد حضرت عمر می آیند که عبدالله بچه حضرت عمر، عبدالله ابن عمر نزد دروازه پدرش ایستادگی در نوبت ایستاده است. کی پدرش را قبول میکند؟ عدالت ببینید برادرای عزیز، با یک چشم نگاه کردن تمام مردم ببینید، نابسته فرزندش است، بچه همسایش است، خیش و تبار فرقی ندارد، در نوبت می ایستادد. حسن حسین آمدن که عمر، حضرت عبدالله ابن عمر در نوبت ایستاده است. در حال میگوید از اونجا پس گشتن به خانهشان می آمدن. حضرت عمر که یک اتاق عادی داشتن، میگوید از تریزه نگاه کردن که حسن و حسین این نور چشمان پیغمبر خدا به سوی خانه رفته ایستادن. فریاد شدند نزد من بیایید. گفت کجا می روید؟ گفت آمدیم که اینجا عمر عبدالله فرزند شما در نوبت است، ما فکر کردیم که شما یگان مشغولیت مهم دارید که بچه شما در نوبت است، از این خاطر گفتیم فردا می آییم. گفت حسن یا حسین، خدا شما را رحمت و مغفرت کند، آیا عبدالله بچه من گفت در قدر و قیمت به شما برابر است؟ آوای در قدر و قیمت به شما برابر نیست. برای شما گفت نبیره های پیغمبر نوبت وجود ندارد. شما نبیره های پیغمبر هستید. برای بچه من گفت نوبت لازم است، برای بچه برادرزادم نوبت لازم است، برای خیش و تبار من در نوبت ایستادن ضرور است، لیکن برای شما اولاد پیغمبر نوبت ایستادن ضرورت ندارد. شما در درجه و قدر از اولاد اجداد من بالاتر هستید. ببین این سخن حضرت عمر نزد حضرت امام حسین و نزد حضرت امام حسن بود. حتی که معاش معین کرد، حضرت عمر معاش معین میکند. ببین معاش میدهد برای امام حسن 1000 دینار، برای امام حسین 1000 دینار، برای بچه خودش عبدالله 500 دینار جدا کردن. حضرت عبدالله گفتن پدر، گفتن من که حق گپ زدن در پیش تو ندارم، لیکن وقتی که من جهاد میرفتم در دوره های رسول اکرم، آخه حسین و حسین خرد بودند، اینا در یگان جهاد اشتراک نکردند، برای چی اونها را 1000 دینار میدهی، مرا 500 دینار میدهی؟ گفت بچم خاموش بود، قسم به خدا تو گفت در این جمله گناهکار شدی. آیا تو گفت مثل امام حسن و امام حسین پدر داری؟ ببین علی را در نظر داشتن، علی را از خودش افضل داشتن. گفتن آیا تو مثل امام حسن و امام حسین پدر داری؟ تو میدانی پدری او علی است، میدانی و داماد پیغمبر خدا هست. آیا پدری تو در شرف قدر به علی برابر میشه؟ آیا گفت تو مثل امام حسن و امام حسین مادر داری؟ وای فاطمه است، وای دختر پیغمبر بود، پیغمبر وای دوست می‌داشت. تو مثل گفت خدیجه کبرا که برای این نویره های پیغمبر هم تو یک مامه میشوند، آیا تو مثل وای مامه داری؟ از همه اولاتر و بالاتر میدانی امام حسن و امام حسین بابا دارن، نام اون محمد صلی الله علیه و سلم. آیا تو گفت به اینا افتخار نمیکنی؟ تو میدانی تو در شأنی که گپ زده ایستاده ای؟ حضرت از فرزندهای خود اولاد پیغمبر خدا را بالا میدانستند. از این خاطر بچه ابو شحمه 3 روز نزد دروازه پدر در نوبت می ایستاید. وقتی که او را قبول کرد، حضرت عمر تماما تبسم بالای فرزندش نداشت، قهر و غضب او را فرا گرفت. گفت چیکار کردی؟ عرق نوشیدی؟ گفت بله عرق نوشیدم، لیکن عمرو ابن العاص بالای ما حد جاری کرد. گفت چگونه حد جاری کرد؟ برای چی موی سری تو تراشیده نشده است؟ برای چی مردم ندید که تو حد شراب میزنن بر تو؟ چرا مردم ندید؟ از این خاطر عبدالرحمن ابن عوف میگوید من نزد حضرت عمر بودم، گفتم عمر خدا تو را مغفرت کند، خدا عدالت تو را بالاتر کند. و یک بار حد شراب خوردد، یک بار دره را دیدد، دویم بار بالای او دره را گفت جاری نکن. گفت اگر این عنایت فرزند خودم من پوشیده نگه دارم، این سنت می شود برای تمام رهبریت. و این خاطر من این گفت در بین مردم دره میزنم. خود حضرت میگوید آستینا را بالا کردند، تمام مردم فریاد زدند، همراه برادرزاده خود
فرزند خود دره میزدن. فرزندش میگفت، پدر میگفت قسم به خدا سلامتیم خوب نیست، برای من مهلت ده تا کمی سلامتیم درست شود. حضرت گفتم برای عرق نوشیدن سلامتی داشتی؟ برای عرق نوشیدن از خدا نترسیدی؟ اینجا عذر خودت بیان میکنی. وقتی دره را میگه بالای فرزندش جاری کردن، از درد این دره زدن یک ماه بعد فرزندش از دنیا گذشتن. لیکن قانون خدا را نشکستن، قانون اسلام را نشکستن، عدالت را جاری کردن. ببینید این زنم کیسه ما در زن بود. لولا معاذ لهلك عمر ابن الخطاب. اگر معاذ ابن جبل نمیشد عمر هلاک میشد. زنی را حکم کردن. تواضع را ببینیم برادرای عزیز، این از تواضع حضرت عمر است، این از خاکساری های حضرت عمر است. وقتی که زنی را حکمی به سنگسار داد، زنا کرده بود، حضرت معاذ دوان آمد و عمر گفت این حکم تا بیکاره کن. و چرا؟ گفت این زن حامله دار است. تو میدانی که اگر زنی که حامله دار باشد، تا اگر وضع حمل نشود، تا اگر فرزند تولد نشود، بالای او سنگسار کردن ممکن نیست، زیرا که ضرر در فرزند او میشود. کی جواب میگوید؟ شما تواضع حضرت عمر از حکمش گشتند، اینم قدرت در کار. از فرمان خود آلی بعضی از ما و شما یک فتوا میدیم، فتوای نادرست هم که باشد، وقتی در بین مردم اعلانش کرده باشیم، نادرست هم که باشد، به خاطر که ما را نگویند که این نادان است، نافهم است، این خطا کرده از فتوا ما نمیگردیم. بگذارای ضرری در جامعه هم که رساند، لیکن ما قدر خود ما پرت نمیکنیم. حضرت عمر از فتوای خود چکار کرد؟ حکم برآورد که اگر معاذ نمیشد، هر آینه عمر هلاک میشد و این سنگسار از بالای این زن حامله دار بیرون کردن. بار دیگر چی گفتن؟ بار دیگر گفتن لولا علی لهلك عمر ابن الخطاب. اگر برادرم حضرت علی نمیشد عمر هلاک میشدند. این چی معنی دارد؟ بار زنی را میگوید باز ویم دستی به زنا زد. حضرت حکم کردند که باید سنگسار کنید در پیش چشم مردم. وقتی که حکم صادر شد زن حاضر کردند. حضرت علی میگوید دوان به نزد حضرت عمر آمدن، گفتند عمر گفتند این زنی که تو حکم به سنگسار کردی، این اول این که وی عقل ندارد، وی دیوانه هست. گفتند اگر زنی که دیوانه باشد بالای او حکم جاری کردن این عین بی عدالتی است، باید شما گناهکار میشوید. حضرت عمر درو از حکمش گشتند، گفتند اگر عمر نمیشد هر آینه حضرت عمر چیکار میکردن؟ هلاک میشدند. برادرای عزیز و گرامی، ببینید تواضع حضرت عمر ببینید. با این قدر اینجا یک جای عجیبش همین است، با این قدر مال و ملک، با این قدر حاکمیت، با این قدر منصب بلند، حضرت تواضع داشتند، آدم خاکسار بودند. بیایید با شما در برابر بعضی از مردم خودمان یا مردم بیرون از خودمان عملهای حضرت عمر رضی الله عنه را مقایسه کنید. در ما و شما اگر ذره، اگر برادرای ما و شما صاحب یک جا و مکان و صاحب یک کمتر شرایط خوب شوند، قسم به خدا اگر در وجود او ذره از تواضع را نمیبینید، الله که راه گردیش دیگر میشود. حتی راه گردیش را ببینید، ولی بعض تکبرها را ببینید، وقتی راه میگردن اون از حساب تکبری هست، از حسابی که همه شرایط های خود خوب که میبیند فکر میکند تمام عالم و تمام قوه و قدرت در دست اوست. لیکن برادر عزیز گرامی، به خدا قسم تو هیچ قدرت و هیچ قوت نداری، هیچ قدرت و هیچ قوت نداری. حضرت مولوی جنون خدا رحمتش کند میگوید مکن از کبر دعوای کلانی، مکن از کبر دعوای کلانی، یقین پوسیدم مشت و استخوانی. ای انسان عاقبت میپوسی، عاقبت به منزله یک مشت خاک میشوی، با چی تکبری میکنی؟ بکن امروز فکری کاری پخته،
که فردا میبرند در روی تخته. تو امروز فکر پخته را انجام ده، امروز کارات پخته کن که فردا تو را بالای تخته بار میکنند. چی باشد نفع مال و سیم و اسباب که بگذاری کنی اندر لحد خواب. به آن چیزایی که تو امروز افتخار داری، به آن مال و ملکی که تو افتخار داری، همگیش اینجا پدرود میگوی، همگیش اینجا میسپاری و با یک کفن وارد قبر میشوی. حضرت در آخر گفتن ز تو عاجزتر مظلومتر نیست دریغا که تو را از خود خبر نیست. افسوس که تو خبری خود نداری و خدا میگوید از تو در عاجزتر، از تو در مظلومتر نیست. برادرای عزیز و گرامی، خداوند در قرآن در سوره اسراء میگوید ولا تمشی فی الارض مرحا. ببینید من از سوره لقمان مثال آوردم. حضرت لقمان بچه‌ش این سخن گفته بود ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. حضرت لقمان اول بچه‌ش چی گفت؟ فرزندم گفت هر کی صاحب دولت و منصب میشوی، هر کی اگر شرف و قدر بلندم کی شود، بالای مردم با چهره ترش نگاه نکن، همیشه در چهره خود تبسم داشته باشی. بنده های خدا را خوب قبول کن. گفتن ولا تمشی فی الارض مرحا، در بالای زمین خدا خیرامان راه نگرد. مقصد تکبرانه کیتوف جنباندن، میان جنباندن، خواب دستها را گویم که هر ذیل کردن مثل تکبران، این چنین راه نره. در دیگر آیت قرآن ببین تکبران چی میگه خدا؟ ولا تمشی فی الارض مرحا. خدا میگه ای بنده عاجز، ای بنده مظلوم، قسم به عظمتیم اگر خواهم عادی ترین ملائکه را امر میکنم که مینه سر همین بنده مرا گیج کن، یک ساعت پس تو دیوانه قد کوچه میشوی، یک ساعت پس تو یک دیوانه در قد کوچه میشوی. قسم به خدا، قسم به عظمتی پروردگار میگوید تعز من تشاء و تذل من تشاء. من هستم که عزت میتونم، من هستم که خار میکنم. تؤتی الملک من تشاء و تنزع ملک ممن تشاء. من هستم که به تو مال دادم، من هستم برای تو آن ماشین های ملایم دادم، من برای تو اون خانه های بلند آشیانه را ساختم، من برای تو قدر و قیمت دادم. لیکن من هستم آن خدایی که همیشه زنده این مال و ملک از بالای سری تو کنده میگیرم. من هستم آن پروردگار. ببین خداوند خطاب میکنه برای بندگانش. من هستم آن خدایی که قسم به بزرگیم امر میکنه ملائکه را در خون تو یک عادی ترین میکروب میپرداید، عمر بعد سفید خواب میکنی در جاگه خوابت. من هستم آن پروردگار. تو چی هستی؟ تو عاجز ترین بنده من هستی. تو به چی افتخار داری؟ چی داری تو؟ از تو در بزرگها کجا شدن؟ کجا هستن؟ اینقدر پادشاه ها و اینقدر ملکدارا و اینقدر پولدارا امروز در کجا هستن؟ عبرت نمیگیری؟ خدا رحمت کند عمر خیام چی میگوید؟ مرغی دیدم نشسته در باره توس. تماشا کن، مرغی دیدم نشسته در باره توس، کنگره توس، کنگره های بلند که در ایران وجود دارد. در پیش نهاده کله کیکاووس. این مرغ در پیشش کله کیکاووس گذاشته بود. کله کیکاووس شما میدانید. کیکاووس این بعد سلاله ساسانیان، این از سلاله ساسانیان بود. بعد انوشیروان دولت به اینها رسید که کی این لقب بود در پادشاهای ایران میگذاشتند. قیصر لقب بود که در پادشاهای روم میگذاشتند. این کیکاووس بود و کیکاباد بود و اینا پادشاهای بودند. حضرت عمر مثال میارد، میگوید مرغی دیدم نشسته در باره توس، در پیش نهاده کله کیکاووس. با کله همه گفت که افسوس افسوس، کو بانگ جرس ها چی شد ناله کوس. مرغ با این کله چی میگفت؟ با این کله شاه کیکاووس چی میگفت؟ کجا شد اون بانگ جرس ها؟ کجا شد اون نغمه و نغامات؟ کجا شد اون تکبرانه که تو در راه میرفتی؟ کجا شد اون نغمه هایی که تو مردم عادی را در قصرت راه نمیدادی؟ کجا شد؟ امروز تو خوراکی من شدی میکنی. ببین اینا همش چی هستن؟ اینا همگی اینا برای عبرت هم. برادرای عزیز و گرامی،
خدا رحمت کند عمر خیام. شما برادرای عزیز به عمر خیام بسیار توجه داشته باشید. عمر خیام بسیار مصرع‌های عبرت آمیز برای همه طایفه میگوید. آن قصر که بهرام در او جام گرفت، بهرام میدانید این هم یکی از پادشاه‌های هستند. این قدری که از به خدا گذشتن، خدا را نشناختند. آن قصر که بهرام در او جام گرفت، میگن آن قصر بهرام من برای شما در مصرع‌های شیرین منجایش نمیدهد که وقتی اون چگونه قصر داشت. در اون داخل او جام میبرداشت، اون می مینوشید، اون نغمه و نغامات میکرد. آن قصر که بهرام در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. اون قصر میگوید از سر بهرام چی شد؟ دور شد. این قصری که بهرام در اونجا افتخار میکرد، اونجا در نغمه و نغامات میکرد، عاقبت خانه آهو شد. عاقبت روبه ها در اون داخل رفتن چیکار کردن؟ الچه میگذاشتن، بچه میکردن. اینم برای ما و شما چی هست؟ این مصرع‌های حضرت همگیش عبرت هستند. برادرای عزیز و گرامی، حضرت عمر تواضعش من برای شما بیان دارم که ماها عبرت گیریم. ماها گوییم که آدم خاکسار باشیم، عادی باشیم، هر چی داده است شکر به سوی خدا کنیم. در برابر این تکبری را ما و شما برای خود هیچ وقت اختیار نکنیم. خدا چی گفت در سوره اسراء؟ ولا تمشی فی الارض مرحا. هر چی داری نداری بالای زمین خدا ده، بالا زیر آسمان خدا ده، اینقدر تکبرانه راه نگرد. ببین در دوامش چی گفت لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ای بنده خدا گفت، ای بنده عاجز، تو با این راهگردی های تکبرانه که در روی زمین داری، لن تخرق الارض، قسم به عظمتیم زمین من تو شکاف کردن نمیتوانی. ولن تبلغ الجبال طولا. هرچی اگر گردن تا بلندم که کنی، خدا میگه برابر این کوههای بلند من تو برابر شدن نمیتوانی. نه تو از کوه بزرگی، نه از زمین در سخت‌تر هستی. در بالای زمین مثل حضرت عمر راه بگرد، مثل حضرت عمر خاکسار باش. وقتی حضرت ابوبکر رضی الله عنه تخت شاهی را ترک کردن، برادر عزیز، وقتی که حضرت 2 سال و 2 ماهی که کرسی خلافت زینت بخشیدن، وقتی جان به حق تسلیم کردن، حضرت عمر بالای منبر خواست برآمد، جایی که حضرت ابوبکر می نشست. آمد در جایی که حضرت ابوبکر می نشست، اون جای برای خود اختیار نکرد، در جای قدم ابوبکر نشست. مردم گفتن، عمر گفتن جای نشست بالاتر است، اینجا جای قدم حضرت ابوبکر بود، شما اینجا را اختیار کردید. گفت برادرای عزیز، گفت اگر گفت شرف و برکات پای حضرت عمر، پای حضرت ابوبکر برای عمر رسد، همینش برای من کفایت میکنه. گفت من لایق نیستم که در جای ابوبکر نشستم، من برای خود اونجا را اختیار کنم. این از خاکساری حضرت عمر رضی الله عنه بود. بار شب حضرت عادت داشتن شبها در کوچه ها میگشتن، کوچه ها را تا سحر هر یک کوچه را نظر میکردن، از هر خانه نظر میکردن، کنی در کوچه ها در شهر چی آوازه ها باشد، کدام بنده های خدا بی‌ضابطه هستند، ناراحت هستند، ناچیز هستند، نادار هستند. از کوچه ها سیر و سیاحت میکرد، میگشت، نگاه میکرد. باری میگوید نزد یک خیمه آمدن، نزد خیمه آمدن، نگاه کردن یک مرد عرب نزد خیمه نشسته است، خیلی غمگین است. حضرت عمر آمدن در پهلوی این مرد عرب نشستند، در حال احوال پرسی کردن گرفتن. شما بیرون خیمه هستین، وارد خیمه داخل نمیشوین، شما کی هستین؟ وقتی در همین حالت پرسان بود، میگوید که از داخل خیمه میگوید نالیش زن آمد، نالیش زن بلند شد. حضرت عمر گفتند ای بنده خدا، در داخل آواز زن است. گفت کاری تو به اون نباشد. گفت این زن من است، در حالت تولد است. گفت الحال برای من یکی از نعمتهای خدا که فرزند است و قدرت پروردگار الحال باید تولد بکند. حضرت عمر وقتی این شنیدن، در حال به خانه خود آمدن. اون زمان ام کلثوم در دستشون بود. شما میدونین ام کلثوم کیست؟ دختر حضرت علی بودند. دختر حضرت علی در دست حضرت عمر بودند. حضرت عمر
با زمین که خسور پیغمبر خدا بود، حفصه دخترشان در دست رسول اکرم بود، با زمین داماد حضرت علی بودند، ام کلثوم در دست حضرت عمر بودند. عجیب بود، یک وقتی که خواستگاری رفتن به خانه حضرت علی، ام کلثوم خواست که در نکاح خود درآورد. ام کلثوم گفت که من در نکاح عمر نمی درآیم. گفتن چرا نمی درآیی؟ گفت خوراکی که عمر میخورد من خوردن نمی توانم. در حالت خلافت حضرت نان میخورد که باید روغن نداشته باشد. اگر نانی که روغن نداشت میگفت این دو خوراک میشود. من هیچگاه ندیدم پیغمبر خدا دو خوراک خورده باشند. ولی امروز در مردم ما و شما آنقدر اسراف بسیار شده است که دو خوراک یک طرف، سه خوراک و چهار خوراک و پنج خوراک میپذیم. اینم از جمله سنت های پیغمبر خدا نیست. حضرت عمر گفتند من میدیدم پیغمبر خدا را وقتی دو خوراک در پیش می آوردند، یک خوراک میخورد، خوراک دیگر را به کمبغل ها میداد، خودش هیچ وقت تناول نمیکرد. حضرت عمر هم نانی که روغن میداشت میگفت این از دو خوراک عبارت است، هم آرد است هم روغن است، باید تناول نمیکرد. ام کلثوم به خاطر که خوراک عمر خوراکی سخت است، خوراکی هست که خوردن وی قین است، گفت در نکاح او نمی‌دراید. لیکن آیسته آیسته خلاصه گویم در نکاح حضرت عمر در آمد دست زنی خود گرفت و ببینید که ها این کار انجام داده میتواند. در یک قسم شب آیلش گرفت وارد خیمه کرد، آمد گفت این زن من است، ممکن است که وارد همین خیمه شما شود تا که یک کمک برای عائله تو رساند. گفتن میلش، گفتن ما راضی هستیم. وقتی که زن در آمد بعد یک مدت میگوید صدای کودک، صدای طفل از داخل خیمه بلند شد. ام کلثوم از داخل خیمه صدا داد یا امیر المؤمنین، صدا داد ای امیر المؤمنین. با این رفیق پهلوی خود مژده که زن او بچه تولد کردن. این مرد وقتی صدای امیر المؤمنین شنید دیگر ناراحت شد، ترس وجودی او را فرا گرفت که این شخص در پهلوی من نشسته امیر المؤمنین عمر هست، تا حال وی نمیشناسد. حضرت عمر گفتند برادر عزیز، گفتند هیچ ترس و وهمی شما را گفت فرا نگیرد، بلکه من برای شما چنان نصیحت میکنم وقتی سحر روز شد به نزد حجره من بیا، من برای این فرزند تو گهواره پولی، کمک پولی جدا میکنم و برای خود تو هم یگان مبلغ جدا میکنم. این از تواضعهای حضرت عمر است. حضرت عباس میگوید خدا رحمت کنه رضی الله عنهما، ابن عباس میگوید، عبدالله میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول الله جل و علا، خدا چی گفته بود؟ خداوند چی میگوید؟ الكبرياء ردائه والعظمة إزاره فمن نازعني واحدا منهما القيته في النار. ببین پروردگار گفته بود است کبر کردن ردای من است، رویمال من است، بزرگی ایزار من است. اگر کدام از بندگان من نابسته کیهای نباشد، اگر کبر را، شرف و بزرگی را برای خود اختیار کردند، در بین بندگان خدا خاکسار عادی نشدند، القیته فی النار. خدا گفت در روز قیامت این گونه بنده هست که از بلندترین آتش دوزخ او را به قعرترین دوزخ میپرتاند. اگر کدام بنده که در دنیا برای خود تکبری می‌ورزد، برای خود شرف و بزرگی می‌ورزد و بنده های خدا را حقیر و بنده های خدا را ناچیز می‌شمارد، اصلا از قطر منی لایق تو نیست منی. حضرت مولوی میگن اصلا از قطر منی لایق تو نیست منی. ببین منی ها پیشه شیطان بود، هر کی خود را کم زند مرد آن بود. صاحب کتاب میگوید، حضرت مولوی میگوید آخر اصل تو منی بود، از این خاطر تو را منی نمیزیبد. اصلا از قطر منی لایق تو نیست منی، از راه بول شدی کبر و منی ها چی کنی؟ ببین از راه بول شدی کبر و منی ها چی کنی؟
در دیگر شاعرهای ما و شما در باره تکبرانم عجیب مصرع‌های زیبای ایجاد کردند. و این بود از تواضع‌های حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که بار حضرت از خانه بیرون شدند و ناگاه میگوید در خانه صدای گریه بود، صدای گریه بود. وارد خانه شدند، نگاه کردن یک مادر همراه فرزندان خود و این فرزندها در پیش مادر گریه دارند و نزد فرزندها یک دیگ گذاشته شده است که دیگ می جوشید. حضرت عمر گفتند این کودک‌ها بهر چی می‌گریند؟ گفت اینها گرسنه ماندند، اینا چیزی نیست که برای اینها ما از غذا تأمین کنیم. گفت در دیگ چی داری؟ گفت در دیگ یک مقدار آب هست می جوشد. برای فرزندها یک تسلی دل گفته ایستادم که الحال خوراک میپزد، الحال خوراک میپزد، شاید که مانده شوند خوابشان برد. حضرت عمر میگوید خیلی ناراحت شدن، همراه غلام خود اسلم بودند. آمدن میگوید با بیت المال یک مقدار آرد و یک مقدار روغن و یک مقدار خرما و یک مقدار مبلغ و یک مقدار لباس گرفتند و در یک خوابچه گویم انداختن و برای غلام خود اسلم گفت اینا بردار در پشت من گذار. گفت اسلم گفتند، عمر گفتند خوب میشد که اگر اینا در پشت من میگذاشتی تا که من میبردم. گفت اسلم گفت این احوالی که در رعیت من است و من در قیامت از مسئولیت این مردم پرسیده میشوم. از این خاطر میخواهم آن چیزی که کم بوده که در مردم من است اونها را همگی با بار پشت خود با دست خود انجام دهم. میگوید برداشتن آمدن و خانه این مادر آمدن. حضرت عمر میگوید خود میگوید در این دیگ میگوید خوراک میپخت، از بس که ریش خیلی کلان داشتن زیر این دیگ میگوید آتش میافروختن، پوف میزدن. اصلا غلامش حکایه میکند که من میدیدم که از زیر هر یک تار ریش حضرت عمر دود میبرآمد، لکن حضرت همونجا نشسته و این خوراک پخته کردند و برای این فرزندها دادند. وقتی فرزندها میگد خوردند، سیر شدند، یک تبسم و خنده وقتی این فرزندها را فرا گرفت، حضرت عمر میگوید این خانه را ترک کردند. گفتند اگر این کودک ها در چهرهشان تبسم پیدا نمیشد قسم به خدا از این خانه من بیرون نمیشدم. یعنی زمانی که من اینها را گریان دیدم مسئولیت من همین است که باید که اونها را من خندان کنم. این بود از آن تواضع هایی که حضرت عمر رضی الله